سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من آروینم و اینجا پایتون با آروینه. تا الان من اومدم و راجع به مباحث بیسیک پایتون توضیحاتی که لازم بوده رو دادم. راجع به جملات شرطی، ساختارهای شرطی، محاسبات ریاضی و حلقه ها. توی این جلسه من میخوام راجع به رشته ها یا همون متغیر استرینگ که توی جلسه دوم توضیح دادم صحبت کنم. جلسه آیندهم متناسب با تایم جلسه یا توی یه جلسه میگم شد تو 2 جلسه بعد میام راجع به لیست، تاپل و دیکشنری ها صحبت میکنم و بعد از اون یه جورایی میشه گفتش که پایتون مقدماتی تموم شده و از اونجا به بعد ما وارد حالا مباحث یک کوچولو پیشرفته تر میشیم و میایم با کتابخونه های مختلف کار میکنیم. توی این جلسه همونطور که الان گفتم میخوام بیام راجع به رشته ها صحبت کنم. اگر که خاطرتون باشه من گفتم که ما 3 نوع متغیر، 3 نوع داده که توی پایتون باش سر و کار داریم، یکیش اینتیجر یا عدد صحیحه، یکیش فلوت یا عدد اعشاری و سومیش استرینگ یا رشته ها هستن. من تا الان استرینگ ها رو نگفته بودم چون لازم بود که ما حلقه ها رو یاد گرفته باشیم و باشون کار کرده باشیم، چون یه خورده رشته با اینتیجر و فلوت متفاوته. چرا میگم متفاوته؟ نگاه کنیم، من فرض کنیم یه متغیری دارم به اسم S و مقدارش چیه؟ اگر خاطرتون باشه گفتیم که ما استرینگ ها رو با دابل کوتیشن مشخصشون میکنیم. من اینجا فرض کنم می‌نویسم پایتون with آروین. خب چرا میگم متفاوته؟ به این خاطر که الان متغیر من از چند تا کاراکتر تشکیل شده. کاراکترام چیاست؟ P Y اشتباه شد P Y T H O N اسپیس نمیدونم. و اگر خاطرتون باشه ما گفتیم هر چیزی بین دابل کوتیشن باشه میتونیم ازش استفاده کنیم. علامت سوال، علامت تعجب، اسپیس، عدد، هر چیزی. خب ما چجوری میتونیم به این کاراکترهامون دسترسی پیدا کنیم؟ متغیرمون رو خب ما اومدیم توی SF کردیم. خب من وقتی بیام جلوی اسم کروشه بذارم میتونم به کاراکترهام دسترسی پیدا کنم. به چه صورت؟ به این صورت که از عدد 0 تا 1 کمتر شروع میشه. تا 1 کمتر چی؟ تا 1 کمتر طول رشتمون. خب برای اینکه بیایم طول رشتمون رو پیدا کنیم باید چی کار کنیم؟ یه دونه دستور هست خیلی راحت به اسم لن که مخفف لنسه و میاد طول رو به ما میده. توی پرانتزش ما وقتی که S رو بذاریم میاد و طول رشته S رو به ما میده 16. الان از P تا این N'i که اینجا داریم ما 16 تا کاراکتر داریم. برای اطمینان یه سریع چکش کنیم. خب 1 2 این T3 H4 O 5 N 6 این اسپیس اینجا 7 W8 I 9 T 10 H 11 این اسپیس 12 R 13 V 14 I 15 و N هم 16 تا. خب پس ما 16 تا کاراکتر داریم که کنار هم قرار گرفته شدن و یک استرینگ رو تشکیل دادن. حالا ما برای اینکه بیایم به این کاراکترهامون دسترسی پیدا کنیم باید چیکار کنیم؟ توی این کروشه‌ای که اینجا هست عددشون رو بنویسیم. خب عددها به چه صورته؟ از 0 تا 1 کمتر، مثل رنج، از 0 تا 1 کمتر. یعنی من اگه اینجا بزنم S0 به من P رو نشون میده، اگر بگم S12 به من R رو نشون میده و اگر هم بگم S15 که همون آخرین دونه هست رو به من میاد و N رو نشون میده. خب این از این. پس من با این روش اومدم و به تک تک کاراکترهام دسترسی پیدا کردم. خب اینجا اگر که خاطرتون باشه من توی مبحث متغیرهای ریاضی، عملیات‌های ریاضی من میگفتم که یه سری عملگرهامون فقط برای اینتیجر و فلوت استفاده میشه. این درسته، منتها ما یه استثنا داریم، اونم علامت به اضافه است. ما اگر که
بیایم از به اضافه بین دوتا رشته استفاده کنیم اومده و در واقع اینا رو به هم چسبونده. فرض کنیم من مثلا A من رشتهش هستش مثلا hello، B من هم هستش world. خب من اگر که بخوام hello world رو چاپش کنم خیلی راحت میتونم بگم print A به اضافه B hello world اومد. منتها اگه که خاطرتون باشه ما گفتیم اسپیس هم کاراکتر. این الان اینجا دلیل اینکه اینا به هم چسبیدن اینه که بین این هلو ته این هلوه و اول این ورلد ما اسپیسی نداریم. خب برای همین میتونیم چند تا کار داره، یا اینجا بیایم اسپیس بزنیم به این صورت درست میشه، یا نه بیام اسپیس بزنم اول ورلد، یا نه بیام یه کاری بکنم بیام اینجا بگم آ به اضافه یه کاراکتر اسپیس به اضافه بی و برای من همون هلو ورلد رو چاپ میکنه. این هم از دومین نکته که ما راجع به استرینگامون داشتیم. خب حالا از اینجا به بعد من حقیقتش چون دیگه اسلاید درست نکردم به خاطر اینکه یه وبسایت خیلی راحت شما میتونید نکاتی که مهمه رو اونجا داشته باشینش. به چه صورته؟ ببینین استرینگ های ما یه سری به قول معروف متد هایی دارن که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. منظور از متد ها چیه؟ من اگه بیام توی گوگل و سرچ کنم strings method، همین سایت W3 Schools، خب وقتی که شما کلیک میکنین میاد و یه لیستی از متد ها رو براتون آورده. خب تا اینجا که حالا همشون کاربردی هستن ولی باید شما ببینین شما چه استفاده ای میخواین بکنین. من چند تاشو مثال میزنم براتون ببینیم داستانش از چه قراره. مثلا خب A من چی بود؟ A من hello بود. خب قبل اینکه این مثال رو بزنم طریقه استفاده از این متد هایی که اینجا لیست شده چیه؟ شما باید بیاین چی کار کنین؟ باید بیام و بنویسم to use a string method you should put a dot at the end of your string. خب چی نوشتم؟ گفتن که برای اینکه بیاین از این متدها استفاده کنین شما باید یه دونه دات بذارین ته متغیر رشته‌تون و بعد از متدها استفاده کنین. یعنی چی؟ A من هلوه. خب یکی از متدهایی که اینجا وجود داره آپر کیسه. آپر میاد و نوشته convert a string into upper case، میاد که اون کاراکترها رو به حروف بزرگ تغییر میده. من خیلی را میگم A دات اسمش اونجا چی بود؟ آپر پرانتز باز بسته. من وقتی که این کارو میکنم هلوی من به حروف بزرگ تبدیل شد. مشابهش A دات lower این به حروف کوچیک تبدیلش میکنه. اینجا H هم بزرگ بود اومد اینو کوچیکش کرد. یکی از چیزایی که حالا مهمه یعنی خیلی کاربردیه اسپلیته که ما اینجا داریمش. اسپلیت میاد چی کار میکنه؟ میاد استرینگ شما رو میشکونتش. یعنی چی؟ اسم ما چی بود؟ پایتون ویت آروین بود. خب من اگر بیام بگم s اینجا بنویسمش s.split میاد و رشته من رو میشکونتش. نگاه کنین تبدیلش کرد به پایتون ویت آروین. خب که حالا این لیسته که تو جلسه آینده من راجعش صحبت میکنم ولی فقط میخوام کاربرد اسپلیت رو بهتون بگم. دیفالتش میاد بر اساس اسپیس میشکونه. ببین این وسط اسپیس بود اینو شکوند شد پایتون و ویت، این وسط هم اسپیس بود ویت آروین رو شکوندش. خب یه موقع هسته شما میخواین بیاین طبق چیزی که شما مد نظرتونه اینو بشکونینش. خیلی راحت میگین که s.split اینجا کاراکتری که میخوایم بر اساسش رشته‌تون شکسته بشه رو وارد میکنیم. مثلا من میخوام بر حسب مثلا th شکسته بشه.
خب من وقتی که بیام اینو رانش کنم، خب ببینین بر حسب TH میاد میگرده ببینه اولین TH کجاست. اولین TH اینجاست. پس میاد رشته‌مو به قبل و بعدش تقسیم میکنه. قبلش چیه؟ PY، بعدش چیه؟ از اون تا آخر. خب حالا میاد دوباره توی این قسمت میگرده TH بعدی رو پیدا میکنه. کجاست؟ اینجاست. میاد از اون تا TH رو یه جا سیوش میکنه، از TH به بعد که شامل یک اسپیس و آروینه رو جدا سیوش میکنه. این هم از اسپلیت. خوبی که داره اینا دیگه خود اسمون رو تغییری نمیدن و اصلش موجوده. دو متد بعدی که خیلی پرکار بوده ریپلیسه. به چه صورت؟ ریپلیس دقیقا میاد چیزی که شما مد نظرتون رو جای یه چیز دیگه قرار میده. اینجا نوشته returns a string where a specified value is replaced with a specific value. یعنی چی؟ من اینجا فرض کنین که نمیدونم داستانش از چه قراره. خب یه راهش اینه که بیام اینجا کلیک کنم و ببینم مثال replace چیه. اینجا داریم مشاهده میکنیم که گفته که I like bananas اسم رشتهش، خب استرینگش متغیرش I like bananas. این اومده گفته که تو بیا text.replace کن بنانا رو با اپل. خب ما میایم همین رو مشابهش رو اینجا انجام میدیم. میگم که آقا من پایتون ویت آروین دارم، من میام میگم که تو بیا آروین رو با این مدل آروین جایگزین کن. من وقتی که اینو ران میکنم ببینین اسم رو تغییر داد. اینم از متد ریپلیس. یه متد هست یه جوری 3 قسمت اصلی داره. خب یکیش چیه؟ یکیش استریپ اینجا هست، یکی آر استریپه که اینجا هست، یه دونم ال استریپه. خب این به چه صورته؟ ببینیم ما وقتی که رشتهمون یه سری اسپیس ها داره، چه قبل چه بعد، مثلا الان من قبل پی و بعد ان اسپیسی ندارم ولی این وسط من اسپیس دارم. خب فرض کنیم من حالا میام یه S1 میذارم جدیدتر، میام یه اسپیس اول میذارم پایتون with آروین، اینجا که اسپیس هم این وسط ها دارم، اینجا بین N و W و بین H و R یه اسپیس هم این ته میذارم. خب من اگه بیام S1 همو نشون بدم ببینید یه اسپیس اینجا دارم، یه اسپیس این وسط، یکی اینجا، یکی هم اینجا. من اگه بیام بگم S1 dot strip میاد و تمام این اسپیس هایی که اینور و اونور رشتم هست رو پاک میکنه. خب حالا اگر که بیام بنویسم s1.rstrip میاد و فاصله سمت راست رو، همین آری که اینجا مال رایته، سمت راست هست رو پاک میکنه. اینجا من یه دونه اسپیس داشتم اومد اینجا پاکش کرد، ولی اسپیس سمت چپمو دست نزده. اگر بیام همینو به صورت الستریپش کنم، چپ رو حذف کرده، راست رو نگه داشته. پس استریپ اگر که ما به صورت آر استریپ رفتیم میاد اسپیس انتهای رشتهمون رو پاک میکنه. اگر ال استریپ زدیم اسپیس ابتدای رشتهمون رو پاک میکنه و اگر استریپ زدیم ابتدا انتها رو اسپیساشو دیلیت میکنه. خب این هم از این. حالا ما یه سری چیزای دیگه داریم که اونقدر کاربردی نیستن و حالا به کار ما نمیان، ولی خب متناسب با کاربردی که شما میخواین استفاده کنین و تو زمینه به خصوصی که میخواین کار کنین ممکنه یه سری از این متدها به کارتون اومده باشه. یک چیزی هم که حالا جالبه و حالا ممکنه که به کارتون بیاد ایز نیومریکه که میاد چک میکنه آیا کاراکتر تو عدد هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من میام مثلا یه اسمی میذارم مثلا V، خب رشته مثلا میگم که مثلا hello has 1 2 3 4 5
characters. دارم میگم آقا هلوی من 5 تا کاراکتر داره. خب من که بیام وی رو چاپ کنم، حالا میگم چی؟ میگم v.is numeric، میاد چک میکنه که آیا وی من عددی هست یا نه، که میگه فالس. خب ولی اگر من بیام این 5 که اینجا وجود داره رو پیداش کنم که میشه فکر کنم وی 6 باید باشه اگه اشتباه نکنم که نه، این چه شد؟ 6 7 8 9 10 میشه وی 10. وی 10 من 5. این 5 وقتی کوتیشن این ور اون ورشه یعنی این استرینگه، میخوایم اطمینانم حاصل کنیم من یه تایپ میذارم این اولش و داره به من میگه که این استرینگه. خب حالا من بیام ایز نیومریک رو الان بزنم، به من میگه true، یعنی وی 10 من که این 5 هستش عدده و شما میتونید از این استفاده کنید. خب به چه صورت؟ مثلا برای مثال من میام میگم اینت وی 10 هم، حالا اینو به صورت اینتیجر دیگه در آورد. اینجا دیگه وی 10 من اگر نگاه میکردین اینجا یه کوتیشن داشت، اما الان دیگه کوتیشن نداره و من اینو میتونم به اضافه 2 کنم میشه 7. نمیدونم هر کار ریاضی بشه کنم اینو با حکم عدد میبینه، ولی اینجا با حکم کاراکتر میبینه و من اینجا اگه بزنم 2 میاد و به من ارور میده، میگه که تو نمیتونی استیار با اینتیجر کانکتش کنی، یکیش کنی. خب اینم از این. آخرین نکته هم که مونده بهتون بگم اینه که ما بیایم و حالا یه سری کارا رو با حلقمون انجام بدیم، با استرینگمون انجام بدیم. فرض کنین من همین اسی که داشتم رو میام لنش و طولش رو میتونستم که پیدا کنم. خب لن اس، حالا میتونم بیام بگم آقا for I in range لن اس، دارم میگم بیا توی به اندازه طول رشته من تو بیا یه رنجی رو درست کن و من میخوام ازش استفاده کنم. خب من وقتی که میام اینو به این صورت مینویسم، وقتی که بگم پرینت آی کن، میاد آی رو از 0 تا 15 برای من چاپ میکنه. چرا؟ چون رنج میشد از 0 تا یکی کمتر، طول لن اسم 16 بود، پس میشه رنج 16 یعنی 0 تا 15. خب اما یه قابلیت دیگه‌ای که وجود داره برای رشته ها، اگه که یادتون باشه ما یه آیتریشن آبجکت داشتیم که تنها مثالی که من برای زدم رنج بودش، اما یکی دیگه از آیتریشن آبجکت هایی که ما داریم خود استرینگ ها هستن. به چه صورت؟ مثلا من یکی بیام اینو به این حالت بنویسم پرینت آی، میاد و هر بار آی من رو یکی از اون کاراکترهایی که داشتم در نظر میگیره. خب این یکی از بزرگترین ویژگی های خود پایتونه. برای اینکه همچین خروجی داشته باشه من اینو میتونم به این صورت هم بنویسمش که بگم for I in range len s، بیا برای من چی رو پرینت کن؟ اس آی رو پرینت کن. خب ولی این حالت هم بهتر، این حالت هم وجود داره که من دیگه به جای که خیلی به قول معروف پیچیدش نکنم، خیلی راحت میگم for I in s، چون اس من خودش مجموعه از کاراکترها بود و من وقتی که اینو به این صورت می نویسمش دیگه دارم خود تک تک بین خود تک تک کاراکترها آیتریشن میکنم. اینم از این. شما با دونستن این هر کاری با این کاراکتراتون میتونین انجام بدین. میتونین یکی در میون مثلا بزرگ کوچیک کنین، نمیدونم رشته‌تون رو برعکس کنین، هر کار دیگه‌ای که بخواین میتونین با این ویژگی که میتونین توی کاراکترهای رشته‌تون آیتریشن کنین ایجاد کنین. خب خود استرینگ نکات مهمش من گفتم. اگر که خواستین بیشتر یاد بگیرین، کنجکاو بودین، میتونین بیاین تک تک این متدهایی که اینجا وجود داره رو چک کنین، برای خودتون یه مثال بزنین، کاربردشون به کارتون بیاد. ولی نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که شما قرار نیست چیزی رو حفظ کنین.
شما فقط بدونین چیا وجود داره. اگر که خاطرتون موند چه بهتر، اگرم نموند خیلی راحت میایین و سرچ میکنین، چون شما قرار نیست همه چیز رو حفظ کرده باشین. متناسب با کاربردتون یه سری چیزا رو انقدر استفاده میکنین تو ذهنتون میمونه. امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه و خسته نشده باشین. خیلی ممنون ازتون که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنین و به دوستات و آشناتون معرفی کنین. خیلی ممنونم ازتون. روز خوبی داشته باشین.